گذشتگان همه مؤمنین، گذشتگان جمع حاضر، خداوند تمام گرفتاری ها و نابسامانی ها را از جامعه اسلامی ریشه‌کن بگرداند. صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد قال الحكيم في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس و یطهرکم تطهیرا. خداوند برای همه شما اجر عنایت کند و در ثواب شهادت ابی عبدالله همه شما را خداوند شریک کند و توفیق عنایت کند از نورانیت ابی عبدالله، از حقیقت ابی عبدالله درسی در زندگی ما بگیریم. صلوات خواهیم. لحظاتی را که خدمت شما هستم شب آخر مجلس است و مراسم، یک نکته را از رویدادهای روز 12 مثل روزی که گذشت در شهر کوفه خدمت شما عرض کنم. در مجموع تحولاتی که در کوفه پیش آمد یک فرصت طلایی برای اهل بیت ابی عبدالله و بعضی از اصحاب رسول الله و اصحاب امیر المؤمنین در مجالس کوفه برای اینها یک زمینه سازی شد که با تمام وجود از حقیقت از اهل بیت، از حسین ابن علی علیه السلام سخن بگویم. در مجموع از اهل بیت 4 نفر سخنرانی کردند. سخنران اول فاطمه دختر حسین ابن علی علیه السلام در سن زیر تکلیف است، ظاهراً 5 سال یا 6 سال، از 6 سال بالا نیست، ولی چون در مکتب امامت تربیت شده دیگر کمی سن مانع نیست. این رو خوب یاد بگیرید از حسین ابن علی. حالا خداوند ذهنهای شما را در همین شب آخر خوب آماده کند که هر چی تا حالا فرا گرفتید و امشب از سیره اهل بیت رسول خدا انشاءالله ذهنهای شما روشن شود. یک صلوات محکم و محمدی هم بفرستید. از وجود این دختر خردسال و بقیه زنها، مخصوصا این دختر خردسال، این درس را بیاموزید.
دقیقاً تهاجم فرهنگی و فساد اخلاقی حکومت معاویه و یزید مثل تهاجم فرهنگی قدرت‌های بیگانه در کشورهای اسلامی، خصوصاً کشور اسلامی افغانستان، به همین شکل بود. زنها معلبه و ابزار شهوت حاکمان بنی امیه بود. اینها خیلی فساد میکردن. شخصیت زن را قربانی شراب و شهوت کرده بودند. به همین شکل که شما دیدید بازتاب سلطه ناتو بسیاری از دختران و زنان مسلمان را از رده خارج کردند، چنانچه در جامعه مردها هم فساد فرهنگی، فساد اخلاقی غوغا می‌کنند و شستشوی آن با ارائه حقیقت اسلام است. جز با تعلیمات دینی و اسلامی دیگر امکان شستشو نیست و جز مکتب تربیتی اهل بیت دیگر از کانال‌های دیگر عمیقاً این روح‌ها و فکرهای آلوده را پاک نمی‌تواند. در این قسمت خوب گوش کنید، خوب یاد بگیرید. حالا فرصت نیست که سخنرانی دختر ابی عبدالله را خدمت شما مطرح می‌کردم. سطح سخنرانی بسیار بالا است. در سطح یک رهبر دینی و شاید در این زمان اگر مقایسه کنیم یک فقیه واجد و شرایط بتواند سخنان فاطمه دختر حسین ابن علی را بگوید. امام حسین این گونه آمد: اگر در معرض تهاجم قرار گرفتید اجازه ندهید زنان و دختران جوان با مدل غربی، با بی‌حیایی، با جسارت، با کفرخوانی در سرک‌ها سرازیر شود، در مکتب‌ها مراکز علمی با نیمه عریانی جامعه را فاسد کند. اجازه ندهید. اما راهکار این هم نیست که زنان و دختران را در کنج خانه محبوس کنید، چون جاهل ماندن زن این منشأ تمام مفاسد هست. زن به عنوان مادر جامعه اگر جاهل بماند، از دامن مادر جاهل توقع فرزند آگاه و بیدار بسیار کم است. شیوه امام حسین این است: طور تربیت کنید، طور اینها را با تعلیمات دینی بسازید. وقتی در محیط نابسامان وارد می شود، تحت تأثیر بی‌حجابی و بدحجابی فرهنگ بیگانه قرار نگیرد. مثل دختر حسین ابن علی در جامعه کوفه که فساد بنی امیه این جامعه را 80% دگرگون کرد. دختری تربیت کنید که با بازوان بسته اگر اسیر هم بود، مثل یک مربی دینی خطبه بخواند و ذهنهای فاسد شده را اصلاح کند. خب این دختر 5-6 ساله خطبه ارائه می کند و تاریخ هم وظیفه اش را انجام داده. کاملا این خطبه با حمد و ثنای الهی، با تجزیه و تحلیل، با گزارش رویدادهای کربلا ثبت شد. در کتاب لحوف متن این خطبه وجود دارد. بعد ام کلثوم
کلثوم این مادرش غیر از فاطمه زهرا است. میفرماید این ولد بوده، کلثوم صغرا. کلثوم کبرا دختر فاطمه زهرا علیها السلام است که خلیفه دوم در زمان حکومتش با جر و جنجال با او تزویج کرد و بعد اون حضرت در مدینه از دنیا رفت. و این کلثومه که در جمع اسرا بود و از مبلغین بود و از پیام رسانها کلثوم صغراست. نوبت به ایشان رسید. وقتی که ایشان سخنرانی کرد، نفر سوم زینب کبرا کلا فضای کوفه را به این شکل آماده کرد برای سخنرانی امام سجاد. زینب خطبه بسیار طولانی و عمیق دارد. اون اگر تجزیه و تحلیل شود و بروسازی شود و شما جواب عملی در مقابل غرب زده هایی که شخصیت زن را به این میداند که عکس برهنه او در تابلوها باشد، مخلوط با مردها طعمه باشد و معلبه باشد و این کشتن شخصیت است. در مقابل این دسیسه این کار فرهنگی را کنید. مکتب حسین ابن علی که همون مکتب پیامبر است و اسلام واقعی، به زن این گونه شخصیت داد، هیچ عامل اثر نکرد روی اینا. دختر 5-6 ساله تمام مصائب دیده، شب تا صبح هم شکنجه شده که اهل بیت میگویند ما را شب سیر داد از کربلا تا کوفه، اگر یک طفل یک چیزی میگفت فوراً با شلاق میزدن. با این شکنجه، اون وضعیت روحی که در بدو ورود در کوفه، ولی اسلام از یک دختر 5 ساله هم شخصیتی میسازد که با بازوان بسته به طناب اسارت، با شلاق بدترین دشمنان سیپری کردن سختترین مصیبت، شب هم بیخوابی دادند. وقتی وارد شهر کوفه شد مثل خورشید طلوع کرد، مثل یک رهبر دینی سخن گفت، ذهنها را آماده کرد از فکر پلید حکومت بنی امیه، از دسیسه ها این ذهنها کم کم رو به پاکسازی شد. زینب کبرا که خطبه‌اش مفصل است، همه چیز را برای مردم کوفه یادآوری کرد، دعوت را یادآوری کرد، مستدل جریان را تجزیه و تحلیل کرد، کار را در اینجا رساند. وجدان این جمعیت چنان تحت فشار قرار گرفت، گریه‌ای کردن که میگویند در تاریخ مثل مردم کوفه کسی گریه نکرد. عکس العمل احساسی عجیبی نشان دادن. زنها گیسوان را شروع کردن بکندن، مردها ریشها را میکندن. این منتها درجه احساسات تا این حد. بسیار گریه کردن. دیگر فکر حکومت فاسد بنی امیه از جمعیت بازار کوفه این فکر کنار رفت، پاکسازی شد. عبیدالله اعلام عمومی کرده بود با عنوان جشن پیروزی، مردم جمع شوید، با ابزار موسیقی جمع شوید، طبل بزنید، برقصید، بکوبید، شادمانی کنید، اهل بیت را توهین کنید، با سنگ و کلوخ بزنید، ناسزا بگویید، خاکستر از روی بام ها بیندازید، پروگرام حکومتی. اما این 4 نفری که سخنرانی کرد فضا را کاملا عوض کرد.
زینب کبری در این مقطع رساند. این شکست سیاسی و اجتماعی و اعتقادی بنی امیه. حالا مردم کوفه، اونهایی که در صحنه کربلا بودن یا مردم عادی، همه اینایی که اجتماع کرده بودن، این که از شدت حسرت و پشیمانی به کارهای غیر عادی دست زدن، به سر و صورت زدن، ریش را بکندن شروع کردن، موها را پریشان کردن. اینها عمیقاً متوجه شدن که مصیبت چیست. این شکست بزرگی بود. دختر علی در اینجا رساند. زمینه مساعد شد برای امام سجاد علیه السلام. زینب کبری و اهل بیت از وظایفشان این بود که زمینه سازی کنند. جو بسیار با اختناق بود. بدون زمینه سازی مستقیم سید الساجدین اعمال امامت نمیتوانست، اجازه نمیداد. ولی چون اونها این رو باور نداشتند که یک دختر کم سن هم میتواند انقلاب فکری ایجاد کند، حساب نمیکردند. زن اسیر هم میتواند آزادی بیافریند، این رو باور نداشتند، لذا ممانعت نکرد. بعد اینکه زینب چطور به خطبه پایان داد، اینجا در کتاب بررسی تاریخ عاشورا میگن امام سجاد علیه السلام تا همین حد کافی دانست. با معرفی شخصیت زینب دستور داد خطبه را پایان بدهد. فرمود که تو معلمه هستی که معلم ندیدی، یعنی علم تو متصل به علم امامت هست، معلمه غیر متعلمه. این مهر تأیید از طرف امامت، امام معصوم، به سخنان زینب کبری گذاشته شد. یعنی عمه تو سخنان گفتی که این را از منبع وحی از طریق جدت رسول خدا پدرت علی مرتضی که علم پدرت علم رسول خدا بود، تو شاگرد نبوت و امامت هستی، معلمه، تو عالمی، تو متخصصی، تو دانشمندی، تو صاحب نظری، غیر متعلمه یعنی پیش معلم های عادی نخوندی. معلم تو امام، پدرت امام، برادرانت امام، جدت رسول خدا. این مهر تأیید از طرف سید الساجدین در پایان خطبه گذاشته شد. زمینه برای سخنرانی امام سجاد علیه السلام فراهم شد. امام در بخش‌های مختلف خطبه جامع ارائه کرد، گزارش از رویداد، هرچه بنی امیه در سرزمین کربلا جنایت کرده بودند. هدف امام حسین مجموعاً با یک تحلیل معصومانه امام جریان کربلا را رهبری کرد و پیام رسانی. حالا امام چه گفت بماند نتیجه. مردم کوفه در همون بازار دست جمعی فریاد زدند ما از اون چی که حکومت انجام داد پشیمانیم. اعلام آمادگی کردند. شکست سیاسی حکومت بنی امیه در اینجا منتهی شد. اون مردم کوفه که برای تأمین خواسته های عبیدالله آمده بودند، خوشحالی کنند، تحقیر کنند اهل بیت را و جشن و پایکوبی از پیروزی تشکیل کنند،
در اثر امر به معروف و نهی از منکر اهل بیت در پایان خطبه وضعیت در اینجا رسید، اعلام آمادگی کردن یا ابن رسول الله ما با تو بیعت میکنیم و ما اجازه بده تا علیه یزید قیام کنیم، انتقام پدرت حسین علیه السلام و شهدای کربلا را بگیریم. این نتیجه کار روز 12 اهل بیت در بازار کوفه. ولی امام چون رهبر معصوم است احساسی رفتار نمی کند. حالا همین مقدارش هم برای رسوایی بنی امیه کافی بود. شهری که بیشترین سرباز را عبیدالله گرفت، به روایت 30,000 نفر اکثر از همین مردم گرفت در سرزمین کربلا. جنایت را توسط همین مردم انجام داد. مرکز ولایت عبیدالله اهل بیت در روز 12 در تجمع عمومی شهر کوفه مطلب را به اینجا رساند کسانی که اهانت کردند، توهین کردند، یک دفعه تبدیل به سرباز شدند. این حرف ساده ای نیست. یک جمعیت عمومی فریاد بزند یا ابن رسول الله اجازه بده ما انتقام حسین ابن علی را بگیریم. این حقیقت ها را، این برای زندگی روزمره ما است، برای همین زندگی همین فعلا در همین شرایط. حالا برد اهل بیت چیست؟ اسیر چگونه جامعه را تغییر میدهد. زینب با بازوان بسته، امام سجاد با غول و زنجیر، چطور این فضای عمومی را تغییر میکنند، تغییر میدهد؟ اینها مجهز به حقیقت بودند. یک کاروانی که در سرزمین کربلا تمام هستی را فدای اسلام کرده، شهید معصوم داده، شهید که امام معصوم است، بیشترین اصحاب، این سرمایه بسیار بزرگ، خودشان به پای حق خون داده و اهدا کرده و مال و جان و اینها را اهدا کرده، به خاطر حق به طناب بسته شده، شکنجه داده شده، به خاطر حق رهبر این کاروان، رهبر این گروه مبلغین به زنجیر و کنده مقید شده، شماتت دیده. خودشان 100% حق را اجرا کرده، ذوب در حق شده. لذا وقتی یک دختر 4-5 ساله هم سخن گفت، این مثل نور در قلبها طلوع کرد. دختران مولا امیرالمؤمنین وقتی سخن گفتند، تمام دستاوردهای کربلا، تمام نورانیت‌ها، خونهای شهدا، همه در رگ‌ها تزریق شدند، بدنها زنده شد، روحها زنده شد، حقیقت را گرفتند. اما امام سجاد علیه السلام این احساس را که در بازار کوفه جمعیت صدا زدن، فریاد زدن، ما آماده انتقام هستیم، این مشت محکمی به دماغ بنی امیه شد، مشت محکمی شد. ولی امام معصوم است، امام دید هنوز هم اینها در اون حد پختگی و آمادگی که بتواند همین جمعیت چندین هزاری، حالا 30,000 تنها در سرزمین کربلا طبق روایتی آمده بودند، اگر یک 30,000 50,000 دیگر هم باقی مانده باشد، حالا 30,000 تخمین بزنید، فرض کنید یک جمعیت 60-70 هزار نفری یک دفعه منقلب شود و تبدیل به سرباز شود.
این تحول بسیار بزرگ است و این برای طاغوت بسیار سخت است. ساحران فرعون برای مبارزه با خدا آمده بودند در مقابل موسی، برای اجراء خدایی فرعون، ولی حضرت موسی به یک شکل با معجزه اینها را تغییر داد که از قرآن اینطوری استفاده می شود: اینها مشرک آمدن، موحد و شهید از دنیا رفتن. برای فرعون فریاد این ساحران که گفت ما ایمان آوردیم به خدای موسی و به پیامبری موسی بسیار سنگین تمام شد. نه گفتن در مقابل طاغوت، در مقابل انسانهای خودخواه بسیار سنگین است. فوراً دستور قتل اینها را صادر کرد. در کوفه به این شکل امام معصوم در جایگاه موسی قرار گرفت. بازوان و پاهای امام معصوم به زنجیر بسته بود، اما موسی در قید توطئه و دسیسه فرعون بود. امام سجاد شاید 17-18 نفر مبلغ برجسته و فداکار و متخصص داشت. موسی خودش بود و برادرش هارون. کوفه شبیه این تحول شد، ولی چون آمادگی 100% نبود، امام بر اساس استعداد اینها توصیه کرد. فرمود وصیت من به شما این است: بعد از این نه له ما باشید و نه علیه ما. خب حالا له ما یعنی به نفع ما، چون هنوز اون آمادگی رو ندارید، باز دسیسه ها شما را فریب میدن، ولی خدمتی که میتوانید این است که علیه ما نباشید، ابزار دست بنی امیه قرار نگیرید. جریان در اینجا ختم شد. اهل بیت وارد مجلس عبیدالله. در مجلس عبیدالله زینب کبرا سخن گفت، سید الساجدین سخن گفت در مجلسی که در دارالاماره بود. مجلس عمومی عبیدالله در مسجد کوفه برای تجزیه و تحلیل عاشورا 2 نفر در بین شاید 100,000 نفر یا 70,000 نفر از مجلس برخواستند، مشتی محکم به دهان عبیدالله زدند. عبیدالله آغاز کرد که خدا را سپاسگزارم، امیرالمؤمنین یزید پیروز شد، کذاب ابن کذاب شکست خورد. عبدالله ابن حنیف یک چشم را در جنگ نهروان در رکاب مولا امیرالمؤمنین هدیه کرده، چشم دیگر را در جنگ صفین، دیگر کار نمی‌کند. صبح از خانه اش بیرون می شود تا شام در مسجد کوفه عبادت می‌کند. در همونجا بود که مجلس شروع شد. این صحابه مولا امیرالمؤمنین بود. از جا بلند شد، گفت دروغگو تویی، فرزند دروغگو تویی، فرزند رسول خدا را با یاران و اصحابش به شهادت رساندی، حالا بالای منبر نشستی یا به سرایی میکنی. تو دروغگویی، پدرت دروغگو بود، پدرانت دروغ بود. چنان عبیدالله عصبی شد، فرمان قتل او را صادر کردند. باز در قتل عبدالله ابن حنیف یک روایت این است همونجا گردن زدن، یک روایت این است که اجازه داد از مسجد رفت، به دنبالش در خانه مأمورین را فرستاد. ولی این عبدالله با اون نابینایی چنان شمشیر زن ماهر بود که سخت مقاومت کرد. چون نابینا بود دخترش کمک میکرد. از هر طرف که هجوم می آورد دخترش گزارش میداد که از فلان طرف حمله شد و ایشان دفاع میکرد.
و سرانجام به شهادت رسید. سخنان عبیدالله به پایان نرسیده، زید بن ارقم صحابی رسول خدا از جا بلند شد، فریاد زد: مردم کوفه، قسم به خدا این سر بریده ای را که عبیدالله در اینجا آورده، این حسین ابن علی، این لبهای را که با چوب میزند. عبیدالله مست شده بود و میخندید و با چوب به لب و دندان ابی عبدالله میزد. زید ابن ارقم سوگند یاد کرد: مردم کوفه، من به چشم خود لبهای رسول خدا را دیدم که روی این لبهایی که عبیدالله چوب میزند، روی این لبها گذاشته میشد، رسول خدا میگوید. بسیار عصبی شد، ولی زید ابن ارقم چون موقعیتش بالا بود او را متعرض شده نتوانست. حالا نکته آخر که شیوه برخورد زینب کبرا را باز خدمت شما عرض کنم. آیه شریفه ای را که خدمت شما تلاوت کردم، آیه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این روایت در شأن اهل بیت در تمام سرزمین های اسلامی برای همه مسلمان ها رسیده بود. این روایت در شام مرد شامی خوشحالی کرد در محضر امام سجاد که خدا را سپاسگزارم، امیرالمؤمنین یزید پیروز شد، شما شکست خورید. امام آیات اهل بیت را سوال کرد، از جمله همین آیه: آیا این آیه را خواندی؟ گفت چرا نخوانده باشم، مسلمانم، قرآن میخوانم. این آیه را خواندی؟ بله. میدانی در موردی که اهل بیت پیامبر؟ امام فرمود ما همون اهل بیت هستیم. فوراً پشیمان شد و این مرد هم به شهادت رسید. عبیدالله مست شد. وقتی اهل بیت وارد مجلس شد، دید یک مشزن و طفل با یک جوانی به اسارت کشیده وارد مجلس شد. احساس خودخواهی کرد، شروع کرد به کفرخوانی و به زینب کبرا این گونه گفت: خدا را سپاسگزارم که خداوند شما را رسوا کرد و دروغ شما را افشا کرد. زینب کبرا اینجا معیار گفت الحمدلله، خدا را سپاسگزارم بر این که ما را امتیاز داد بر نبیش، ما را امتیاز بخشید بر نبیش. این یک محور، این بسیار بیدار کننده. مردم میدانست که رابطه پیامبر و اهل بیت و امام حسین چیست. زینب این محور را ارائه کرد که ما کسانی هستیم پیامبر خاتم از ماست و ما را خداوند امتیاز داد. بعد فرمود که ما را از پلیدی ها تطهیر کرد. این آیه شریفه را تلاوت کرد، لفظ به لفظ نه، معنای این آیه شریفه را: ما را به پیامبرش افتخار و کرامت بخشید و ما را پاک کرد. بعد فرمود رسوا کسی می شود که فاسق باشد، دروغگو کسی است که او گناهکار است و اونها غیر از ما است. حالا اینجا خوب دقت کنید، این استدلال زینب را، استدلال به نبوت، استدلال به آیه تطهیر، ملاک رسوایی و ملاک افتضاح را زینب کبرا بیان کرد در مجلس عبیدالله. حضرت فرمود این که تو ما را میگویی ما مفتضح شدیم و دروغ ما آشکار شد، این بر ما تطبیق نمی کند. ما اهل بیت پیامبر هستیم، در شأن ما آیه تطهیر نازل شده،
ائمه معصومین از ما هست که این آیه دلالت میکند بر عصمت 12 امام. بعد فرمود که کسی که فاسق باشه رسوا می شود، یعنی تنها چیزی که انسان رسوا میکنه فسق است و تنها کسی دروغ میگوید که گناهکار است. گناهکار مجبور است دروغ بگوید. دو شخص خدمت رسول خدا آمد عرض کرد هر کار میکنم گناه را ترک نمیتوانم. حضرت دستور داد یک کار کن، دروغ نگو. دیگه هر کاری که میخوای انجام بده دروغ نگو. وقتی در عرصه گناه قرار میگرفت، خب میگفت که اگر گناه را انجام بده هم بعد رسول خدا از من بپرسد یا مردم ببیند، در بین مردم بگویم گناه نکردم، خب دروغ گفتم. مجبور بود برای این که این دستور را اجرا کند گناه را ترک کرد. اگر بگویم گناه کردم خب رسوا می شوم، بگویم گناه نکردم دروغ گفتم. لذا با ترک دروغ تمام گناهان ترک شد و این آدم پاک شد. زینب کبرا فرمود گناهکار دروغ میگوید و گناه عظیم عبیدالله و یزید اون روز پیش چشم مردم بود، جنایتی که در کربلا انجام دادن. خب تا اینجا. بعد باز دوباره عبیدالله برگشت. عبیدالله برگشت گفت از خدا چه دیدی؟ دیدی که خدا خاندانت را کشت. زینب فرمود از خدا جز زیبایی ندیدم. این یک مطلب. بعد تفسیرش این شد، گفت خداوند برای اهل بیت شهادت را یک مقام قرار داده، چیزی تازه نشد. عبیدالله خداوند برای حسین ابن علی و اصحابش مقام شهادت را عنایت کرده. تمام مصیبت ها و شهادت ها احراز مقام شد. عبیدالله نه رسوایی نه دروغگویی، چیزی جدید نبود. احیاء شریعت رسول خدا، دیگر چیزی در میان نبود، توحید و شریعت. و اون شهادت هایی که تو او را افتضاح و شکست میدانی، اونها شکست نبود، احراز مقام بود. خب وقتی در منصب‌های معمولی، خب مثلا اگر یک نظامی رتبه بالاتر بگیرد با تلاش ها و اثبات لیاقت ها ارتقاء رتبه کنند، این نه افتضاح هست نه دروغ. در مقامات معنوی عالی ترین مقام شهدا با زحمات طاقت فرسا با اهدای تمام وجود احراز مقام شدند. این دیگه چه رسواییه؟ این دیگه چه دروغه؟ عبیدالله چنان کوبیده شد، چنان عصبی شد که قرار شد دستور قتل زینب کبرا را صادر کند. باز خداوند از یک نقطه دیگر حمایت کرد. یک نفر از خوارج بسیار لجوج بود، اینها بسیار کم اصلاح شدند، ولی در کربلا 2 نفر خوارج اصلاح شد در سپاه عمر سعد در روز عاشورا. اینها اصلاح شد، فوراً از سپاه خارج شد، همونجا شروع کردن در حمایت از ابی عبدالله به مبارزه، شمشیر زدند و به شهادت رسیدند. یکی هم در مجلس عبیدالله نشسته. وقتی عبیدالله در مقابل زینب کبرا با بیوجدانی در مقابل یک زن اسیر با پستی رفتار کرد، وجدان این خوارج هم تکان خورد. سرزنش کرد عبیدالله را، گفت عبیدالله امیر با یک زن این گونه رفتار میکنی؟ او را سرزنش کرد. با یک زن اسیر که در اسارت دوست این گونه با جسارت و با جنایت رفتار میکنی؟ این
عبیدالله را کاملا شکست داد، دیگر عبیدالله شکست خورد. این رویدادها برای زندگی روزمره ما است. روز 12 محرم در شهر کوفه، اون انقلاب فکری و فرهنگی و سیاسی که اهل بیت ایجاد کرد، این برای درس همین روزمره ما است. خلاصه این پیام را داد: وقتی متصل به مکتب امامت بودید، وقتی وابسته به اهل بیت بودید، وقتی به حقیقت رسیدید، از نور حقیقت هیچ مانع وجود ندارد که این نور را جلوگیری کند. اسارت مانع ندارد و شکنجه و زندان اینو هیچ گونه ممانعت نمیتواند. اینها روشن‌تر میکنند. وجود امام موسی کاظم علیه السلام در زندانهای مختلف عباسی ها، این اون کنده و زنجیری که به بدن امام موسی کاظم علیه السلام بود، عبادت‌های اون حضرت را از زندان در بیرون زندان در قلب‌ها وارد می‌کرد خداوند. بیشتر مؤثر واقع می‌شد. وقت حق از زبان کسی که به خاطر حق در زندان افتاده، وقتی این ابراز شود، این 100% انقلاب ایجاد می‌کند. وقتی مردم ببیند موسی بن جعفر چون حق است و به خاطر دفاع از حق اعمال امامت در زندان در قید و بند زنجیر شده، قلبها متوجه موسی بن جعفر میشوند. اگر حرفش هم به مردم نرسد، خود این عملش تحمل زندانش. اهل بیت را خود اسارت مؤثرتر کرد. خود اسارت اهل بیت را مؤثرتر کرد، سخنانش را نافذتر کرد. این درس بزرگ است. یک وقتی به خاطر حق اگر در زندان بیفتید، در جامعه اثرگذارتر هست. بالاخره اگر رسانه ها پیام شما را از زندان نرساند، این عمل شما به گوش مردم میرسد. مردمی به خاطر اسلام کشته شدند، مردمی به خاطر اسلام در زندان ها به سر میبرند. همین بس است، همین موضوع بس است. امام موسی بن جعفر به خاطر اسلام 14 سال است که در زندان است، قلبها را منفعل میکرد. اهل بیت رسول خدا به خاطر اسلام با زبانشان بر طناب بسته شده، با شکنجه روی مرکب‌های اوریا در شهرها گشته شده، کفایت میکنند. خود دیدن مردم کوفه این اهل بیت را برای دفاع از حقیقت، همین عمل و ورود در شهر کوفه، خب این منفعل. اما از لحاظ رسائی یک نکته را خدمت شما عرض کنم در بدو ورود اهل بیت به شهر کوفه. حالا یک سری رویدادها نقل شده، اینو از شرعی حرام است. از جمله این مسئله که زینب کبرا وقتی دید سر امام حسین غرق خون بالای نیزه است، فرق مبارکش، پیشانی مبارکش، جمجمه ها شکسته، خون به سر و صورت جاری شده، ریش و خون آلوده است. زینب کبرا تا این را دید گفت سر من چرا سالم باشد، سر را بلند کرد و به چوبه محمل زد. این دروغ است قطعا. شیخ عباس قومی و شهید مطهری اینا میگن این واقعیت ندارد، به خاطر این که کسی اجازه ندارد در موردی که خدا اجازه نداده به بدنش صدمه بزند. ابی عبدالله جواز شرعی داشت در میدان جهاد. اگر جواز شرعی نمی داشت، ابی عبدالله اجازه یک خدشه به صورت اصحاب را نمیداد. لذا در مصیبت ها گفته حتی نزنید به صورتتان، صورتتان را خراشیده نکنید، موهایتان را نکنید، فجع نکنید. در مصیبت ها گریه عادی اجازه داده شده که از لحاظ روحی و روانی بنا جایزه گریه عادی.
اما داد و فریاد هم اجازه داده نشده، چون از حد خارج میشه. زد و کندن هم اجازه داده نشده. زینب کبرا، شیخ عباس قمی میفرماید عاقله اهل بیت چطور یک چنین عمل احساسی خلاف شرع انجام بده؟ جواز ندارد، مشکل را حل نمی کند. این از جمله تحریفات عاشورا است. حالا که این موضوع را شنیدید، در منتهی مطالعه کنید، مخصوصا همین روضه‌خوان‌های عزیز ما دروغ پوچ میکنند. حالا که شنیدید عمدن گفتن این گناه دارد. از لحاظ فقهی کس اجازه ندارد بدون اجازه حاکم شرع جانش را به خطر اندازد، اجازه زخم کردن ندارد. حالا اون انعکاسش، زینب یک زن احساسی بی جهت، نه میدان جهاد نه دفاع، یک کاری که مشکل را هم حل نمی کند، تازه مشکل ایجاد می کند. زینبی که باید در بازار کوفه سخنرانی کند، زینبی که باید در مجلس عبیدالله بزند، سرش را زخمی کند، خودش را آسیب بزند، احساسش را منفجر کند، هم از لحاظ شرعی اشکال دارد. هم زینب عاقله بنی هاشم بود، در شأن زینب هم این حرفا نیست. این موضوع در بدی ورود کاملا دروغ است. حالا اون کسانی که ندانستند که زینب در کوفه چه کار کرد، اونها را درک نتوانستند، مجبور شدند یک دروغ بسازند تا از مردم اشک بگیرند. دروغ گفتن جایز نیست. اگر یک روضه‌خوان عمدن این دروغ رو بگوید از عدالت ساقط میشه و دروغ است دیگه. دروغ در یک نهضت بسیار بزرگ، خدشه‌دار کردن پرچمداری پیام رسان کربلا، یک زن احساسی که احساسش را کنترل نتوانست، بی جهت زد، سرش را در محمل شکست. مردم کوفه از خطبه یک چنین زن احساسی منفعل می شود، لذا زینب تمام تلاشش این بود وجودش را کامل حفظ کند، در سخت‌ترین شرایط از منطق قطعا خارج نشد، احساس را هیچ دخالت نداد در بازار کوفه، احساس و عاطفه های زنانه را هم وارد نکرد. زینب مثل یک معصوم، یک رهبر سخن گفت، در مجلس عبیدالله هم به همین شکل. اما اون چی که واقعیت دارد و مرثیه هست و رسا، جنایت سپاه عمر سعد را بیان می کند. زینب اینجا ابراز احساسات کرد و اون جنایت این بود که سرهای شهدا را روی نیزه ها نصب کرد. از لحاظ شرعی حتی برای دشمن یک مجاهد مسلمان حق ندارد مثل کند سر دشمن را ببرد. این جنایت بود که قلب زینب را آتش زد، سر فرزند رسول خدا را بریدند، بهترین اصحابش را. در روز 11 آورده بودند در کوفه، در صبحگاه 12 دوباره آوردند در اول شهر، در ورودی شهر کوفه آوردن، پیشا پیش اهل بیت حرکت می‌دادند. این خود انکار جنایت بود. از لحاظ عاطفی چشم زنان و اطفال به سرهای بریده شهدا می‌افتاد، اما وقتی چشم زینب کبرا به سر بریده ابی عبدالله افتاد، زینب کبرا اینجا مرثیه خواند، اینجا ابراز مصیبت کرد، اظهار عاطفه کرد، افشای جنایت کرد. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. ای پاره قلب زینب، من شهادت تو را میدانستم، اسارت خود را هم میدانستم، اما این جنایت را پیش بینی نکرده بودم که سرهای شهدا پیشا پیش اسرا، سر تو مثل خورشید در بین شهدا، خواهرت زینب با بازوان بسته در جمع اسیران باشد. این را پیش بینی نکرده بودم.
زینب کبرا در اون اثنای ورود روی این نقطه انگشت گذاشت. تنها حادثه و مصیبتی که زینب را وادار به ابراز احساسات کرد همین جریان نقل سرهای شهدا پیشا پیش جمع اسرا بود که این جنایت های مختلف را افشا می کرد. زینب اینجا قد علم کرد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سیعلم الذین ظلموا بأیدیهم. پروردگارا با حرمت شهدای کربلا توفیق عبادت و بندگیت را برای ما عنایت بفرما. خداوندا توفیق شناخت حججت را، ائمه معصومین را، مکتب اهل بیت را، توفیق شناخت شریعتت و عمل به آن را برای ما عنایت بفرما. خداوندا به نورانیت نهضت ابی عبدالله پیروان اهل بیت را حفظ بفرما. توانمندی و گسترش برای مکتب اهل بیت بیش از گذشته عنایت بفرما. قلبها و مغزهای فریب خورده را با انوار معارف اسلام، معارف سید الشهدا، آموزش های سید الشهدا روشن بگردان. زمینه حاکمیت دینت را در زمین خودت عنایت بفرما. تمام زحماتی که در این روزها و شبها علاقمندان به اهل بیت کشیدن، جوانان، ریش سفیدان، هر کس به هر شکلی، کسانی که نظر دادند و ثوابش را هدیه به ارواح طیبه شهدای کربلا و امام حسین کردند، خداوندا تمام این کارها و فعالیتها را مورد قبولت قرار بده و این پیوند را به صورت نور در زندگی عاشقان ابی عبدالله تا آخر زندگی حفظ بفرما. شر تمام اشرار و بدکاران را به خودشان برگردان. زمینه پیشرفت و ترقی برای همه مسلمان ها عنایت بفرما. مریض های مسلمین، مریض های ملتمس دعا، مریض های اهل مجلس را شفا عنایت بفرما. مشکلات مختلف مسلمین را به ید قدرت حل بگردان. حاجات مشروعه همه حاجتمندان، ملتمسین دعا، دهیداران، قرضداران و کسانی که اولاد ندارند و هر حاجتی که دارند التماس دعا از شما دارند. خیلی ها التماس دعا دارند. انشاءالله شما با این روح حسینی که در این شبها و روزها کسب کردید از عمق دل آمین بگویید. خداوند همه این حاجات را برآورده و خیر بگرداند. مسافران مسلمان را در سایه رحمتش حفظ بفرماید. ظهور امام زمان را تعجیل بفرماید. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم.